من یک نمونه میخوام خدمتتون نشون بدم. گرچه دوست نداشتم که این موضوع رو امشب باز بکنم، اما این تماس، یعنی جهالت اینها عام هست. یعنی شما گله نکنید فقط از آخوند جماعت که یا از بعضی اینایی که حالا میخوان یک طوری شده مثلا جمع بکنن این فضایحی رو که آخونداشون به وجود آوردن. من میخوام یک کلیپی رو پخش بکنم. من خواهش میکنم دوستان خوب دقت بکنن در حرفای این آخوند و سعی کنن که جلوی خنده‌شون رو بگیرن. قزوینی در این کلیپ میاد انواع صحابه رو میخواد معرفی بکنه. به ما میخواد معرفی بکنه که چند نوع صحابه وجود دارن. میدونیم که تعریف کلی صحابه از نظر اهل سنت با بعضی از تفاوت‌های بسیطی که وجود داره در قضای مدت صحابه و یک روز باشه، یک سال باشه، یک مدت کوتاه دراز باشه و این مسائل فرق میکنه. اما اجماع جمهور اهل سنت بر این اعتقاد هستند که صحابی به کسی گفته میشه که عاقل بالغ با پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده باشه و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو ملاقات کرده باشه و با ایمان از دنیا رفته باشه. کافر اگر پیامبر رو دیده باشه صحابی نیست. اسلام آورده بعدن کافر شده صحابی نیست. منافق بوده صحابی نیست، بهش نمیشه گفت صحابی. ولو اینکه اصطلاحاً کسانی که مثلا منافق بودن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بعضی از مناسبت‌ها، مثلا در جایی که گفتن که عبدالله ابن ابی رو بکش، گفت که میخواید مردم بگه که اصحابشو میکشه. در اینجا منظور این است که مردم به ظاهر حکم میکردن، در ظاهرشون میومد کنار پیامبر مینشست، ادعای ایمان میکرد، اما در باطن منافق بود و روایات و احادیث و آیات در این مورد صریح و آشکار هست. اما این تعریف صحابه رو از آقای قزوینی بشنوید و یک کمی بخندید. مقدمه سوم، آقایان اهل سنت یا حضرات وهابیون معمولا در شبکه ها میخوان صحابه را معرفی کنن، فقط اینها شروع میکنن به بخشی از آیاتی که در مدح صحابه آمده اونها را مطرح میکنن، مثل آیه 100 سوره توبه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یا آیه 18 سوره فتح لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، یا آیه 19 سوره فتح اشداء علی الکفار رحماء بینهم، آیه 19 سوره فتح اشداء علی الکفار رحماء بینهم و امثال این. ولی از نقل آیاتی که در مذمت صحابه آمده خودداری میکنن. خب شما ببینید در سوره مدثر آیه 31 کاملا قرآن صحابه‌ای که در اطراف نبی مکرم هستند، حتی در مکه مکرمه، به 4 دسته تقسیم میکنه. الذین اوتوا الکتاب، 2 والمؤمنون، 3 الذین فی قلوبهم مرض، 4 الکافرون. دیدید بینندگان عزیز، الان شما رو به خدا نباید به حماقت اینها خندید، نباید به جهالت اینها خندید. من خیلی سعی میکنم که کلماتی یعنی انتخاب بکنم در رابطه با آخوندها که یعنی کلماتی باشه که به اصطلاح شایسته باشه که در یک رسانه گفته بشه، اما غیر از جاهل احمق بهتر از این کلمات پیدا نمیشه. چون من به این اعتقاد هستم که به سطل آشغال باید گفت سطل آشغال. میگه در سوره مدثر آیه 31 الله سبحانه و تعالی صحابه رو به 4 دسته تقسیم کرده.
الذین اوتوا الکتاب. شما رو با خدا بگیرید، الذین اوتوا الکتاب میدونید به کیا میگن؟ اهل کتاب، یهود و نصارا. کی گفته که یهود و نصارا از جمله صحابه بودن؟ یعنی این عقل داره، این شعور داره، این کجا درس خونده این؟ الذین فی قلوبهم مرض. خب این خطاب به منافقین است. الذین فی قلوبهم مرض، کی گفته که منافقین صحابه بودن؟ والمؤمنون، دسته دیگر مؤمنین هستن. والکفار، کفار هم صحابه بودن. یعنی نمیدونم اینا خودشون، یعنی من خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام از شما عزیزان، خودشون الاغ هستن یا مردم رو این چنین تصور کردن. بریم در مورد سوره مدثر و این آیه‌ای که بهش اشاره میکنه. یعنی صحابه اهل کتاب احمد آقا، این احمد آقا ما داره میخنده به حضرت علامه آیت الله العظمی قزوینی، شیخ مفید زمان، مدیر شبکه ولایت، صاحب مؤسسه ولی عصر، مؤسسه تحقیقاتی علمی ولی عصر. ایناش هم بگم که دیگه دقیقاً بشناسید ایشون رو. به یک آیت الله آقا احمد ما که یعنی همه آیات عظامتون رو در قم و به کربلا جمع بکنید ارزش یک ناخن احمد آقای ما رو نداره. داره به این آخوند شما میخنده، به این مرجعتون، به این علامتون داره میخنده. بریم این آیه رو نگاه بکنیم. این آیه کلا درباره مسائل قیامت هست، در مورد توهین هایی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم فقال این هذا الا سحر یؤثر، این گفتن که این سحر است. به قرآن کریم به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ساحر. این هذا الا قول البشر، گفتن که این سخن بشر است. بعد در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه سأصلیه سقر، اون رو در سقر یعنی در جهنم میاندازیم و ما ادراک ما سقر الی آخری. این آیه 31 اینه: و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا. آیات 19 این 19 فرشته‌ای که در اونجا هستن. للذین کفروا، اینجا للذین کفروا که قزوینی بهش اشاره میکنه اینجاست در این آیت. للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب. ببینید لیستیقن الذین اوتوا الکتاب در اینجا میگه که دچار شک و تردید نشون اهل کتاب، چون که این بشارت ها و این تحذیرات در تورات و انجیل و کتاب های گذشته هم آمده بود. اینجا اول این للذین کفروا اومد، بعد الذین اوتوا الکتاب اومد و یزداد الذین آمنوا ایمانا، و کسانی که مؤمن هستن ایمانشون زیاد بشه. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض، و کسانی که در قلبهایشان مرض است. کسانی که در قلبهایشان مرض است منافقین بودن. والکافرون، و کافرین. ماذا اراد الله بهذا مثلا، خداوند چرا این مثل رو برای ما زده؟ چرا گفته مثلا 19 تا ملائکه هست در اونجا در عذاب؟ چرا گفته که پشه رو ذکر کرده مثلا در قرآن کریم؟ به همین دلیل الذین فی قلوبهم مرض کسانی بودن که اینجا اومدن ایراد گرفتن. والکافرون ایراد گرفتن که ماذا اراد الله بهذا مثلا، خداوند به این مثل هایی که میزنه در قرآن هدفش چیه؟ چی میخواد بگه؟ یعنی مسخره میکردن. کدوم یک از صحابه قرآن رو مسخره کردن؟ شما تصور بکنید اومده در رد آیات صریح السابقون الاولون من المهاجرین والانصار و لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، در مرابطه با صحابه آیات صریح قرآن رو با آیه 31 سوره مدثر این آیت الله العظمی داره جواب میده. شما رو به خدا تصور بکنید. این میگه این تعریف صحابه است. صحابه اهل کتاب داریم، صحابه کفار داریم، صحابه منافقین داریم و صحابه مؤمنین داریم. این عقل و شعور یک آخونده. بعدش در کلیپ دیگری این آخوند حرف جالبی میزنه. دوستان این رو هم من خدمتون پخش بکنم، یک کمی بخندید با این رو ببینید. 137 سوره بقره اینم باز یک چیزی تازه ای نیست. این همیشه آیان به قول ملاک قرار میدن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا.
هر کس مثل ایمان شما صحابه به خدا ایمان بیاورد هدایت یافته. خب اینو میگن آقا یکی فضیلتی است که بابا خدای عالم ایمان صحابه رو اینقدر تجلیل کرده، هر کس ایمان بیاورد مثل ایمان صحابه. خب آقایان این آیه رو میخوانن ولی آیه 74 سوره توبه رو هم نمیخوانن، اونم در رابطه با صحابه هست. یحلفون بالله ما قالوا، در رابطه با قضایای تبوک اینها اونجا میگه وقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اینکه اینها صحابه مسلمان شدن. دوستان یک کمی دقت بکنید این آیه رو که ایشون میخونه ولقد قالوا کلمة الکفر است، ببینید که این چی میخونه. تبوک اینها اونجا میگه وقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اینکه اینها صحابه مسلمان شدن بعد از اسلامشون چیه؟ کافر شدن. و جالب این هست که در سوره 65 و 66 میگه قد کفرتم بعد ایمانکم، اینا مال صحابه است دیگه، نه مال یهود، نه مال نصارا هست، نه مال مشرکینه، نه خطاب به صحابه هست، جمله خطابیه هست. لا تعتذروا، عذر نیارید به خاطر گناهی که کردید. قد کفرتم بعد ایمانکم. خب در آیه 137 میگه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، خب اینم هست و قد کفرتم بعد ایمانکم، این ایمان رو صحابه نتونستن نگه بدارن. و لذا بهتر این هست که ما بیاییم آیات قرآن رو در مجموع نگاه کنیم، اینطوری نشه که ما بیاییم شروع کنیم یک آیه را به صورت گزینشی انتخاب بکنیم و بعد بیاییم بگیم برای شما عرض کنم چنین چنان. و در رابطه با بله این قضیه که ایشون بهش اشاره میکنه در سوره توبه، الله سبحانه و تعالی داستان تعدادی رو بیان میکنه در اونجا که اینها جمعی از منافقین بودن، در اونجا جمع شدن در یکی از اردوگاه‌های در اثنای جنگ تبوک، در اونجا جمع شدن و گفتن که ما شکمپاره تر از این قاریان قرآن ندیدیم. در وقت خوردن از همه بیشتر میخورن، در وقت جنگیدن بزدل و ترسو هستن. در اینجا الله سبحانه و تعالی چون که قاریان قرآن، علمای دین، شعائر دین مثلا مسجد، کعبه، قبله، ریش، علما، قرآن کریم، اینها شعائر دینی هستند. نماز، روزه، زکات، حج شعائر دینی هستند. کسی که با شعائر دینی تمسخر بکنه این کفر است. کسی که نماز رو مسخره بکنه، ریش رو مسخره بکنه، روزه و زکات و حج رو مسخره بکنه، این انسان اتوماتیک از اسلام خارج میشه. بنابر آیاتی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم نازل کرده. ببینید در اینجا دوستان نشون بدن، در اینجا وقتی که اینا اومدن این حرفا رو زدن و خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید، فرمودن که شما چرا این حرفا رو زدید؟ بعد اینا گفتن لئن سألتهم لیقولون انما كنا نخوض و نلعب. اگر از اینا بپرسی چرا این مسخره کردید با قاریان قرآن، میگن که والا ما داشتیم شوخی میکردیم، داشتیم به اصطلاح به قول انگلیسا که ما تایم پاس میکردیم، وقتمون رو داشتیم با خنده و با مسخره گری به اصطلاح وقتمون رو داشتیم میگذراندیم. ولئن سألتهم لیقولون انما كنا نخوض و نلعب. قل بگو ای محمد ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. اصلا این آیه در مورد کسانی نازل شده که صحابه رو مسخره میکردن، در مورد منافقین نازل شده که صحابه رو مسخره میکردن و این حضرت آیت الله میاد این آیه رو بر علیه صحابه استفاده میکنه. ببینید منافقت رو، ببینید یعنی تدلیس و تلبیس و دروغ رو. بعدش چی میگه؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. معذرت نکنین، عذر پیش نیارید که شما کافر شدید بعد از اینکه ایمان آوردید. در تعریف صحابه چی گفتیم؟ ایمان آورده باشند با پیامبر و با ایمان از دنیا رفته باشند.
اینجا قرآن به ظاهر اینا حکم میکنه، اینا در ظاهر ایمان آورده بودن، اومدن گفتن ما مسلمان شدیم، ایمان آوردیم، اما قرآن میگه که معذرت نکنید، عذر نیارید، قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمانتون چی شدید؟ کافر شدید. و بعد از اون ببینید آیه بعدی، و این نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمین، اگر که یک گروه از شما رو ببخشیم گروه دیگر رو عذاب میکنیم به خاطر اینکه اونها مجرمین بودن، که در بعضی از تفاسیر میگه بعضی از اینها در این مجلس نشسته بودن از صحابه های مؤمن بودن، منتها در اون مجلس نشسته بودن، به خاطر همین اومدن توبه کردن، توبهشون قبول شد. در حدیث میگه که یکی از اینها اومده بود این افسار حسب پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گرفته بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن حرکت میکردن و پاهای این داشت به روی زمین کشیده میشد، به خارا و سنگ ها اصابت میکرد، خون از پاش جاری بود، میگفت یا رسول الله منو ببخش. پیامبر در جوابش چی میگفتن؟ ابی الله و رسولی و آیاتی کنتم تستهزئون، آیا به خدا و با آیاتش داشتید مسخره بازی میکردید؟ در ادامه ببینید المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم. ببینید در آیه بعد مستقیما میگه که کسایی که این کارا رو میکردن اینا زنها و مردان منافق بودن، بعضی از اینها یاور بعضی دیگر هستن، مردم رو به کار زشت امر میکنن و از کار خوب باز میدارن و صدقه نمیدن و اعمال خیر انجام نمیدن، الله را فراموش کردن، الله همونا را فراموش کرده. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین فاسقین. آیه بعد وعد الله المنافقین دوباره در مورد منافقین است، و المنافقات و زنهای منافق و الکفار و کسانی که کافر شدن نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. ببینید که چطور با وقاحت میاد چیکار میکنه، آیه ای رو که در دفاع از صحابه نبی صلی الله علیه و سلم هست میگه که اینا صحابه، اینجا صحابه لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ولقد قالوا کلمة الکفر، نه کلفة الکفر. این عقل و شعور یک آخوند است، این عقل و شعور یک مرجع است، این عقل و شعور شیخ مفید زمان است، این عقل و شعور کسی است که شبکه داره، این عقل و شعور کسی است که مؤسسه تحقیقاتی داره، این عقل و شعور کسی است که درس داره میده. شما ملت ایران بچه‌هاتون رو میفرستید در حوزه علمیه که آخوند بشن، چرا خنگ بار میان در اونجا؟ چون که اساتید اونها مثل این آقا هستن، اساتید اونها مثل این آقا هستن که برای فریب دادن مردم حاضرن که هر دروغی، هر توهینی، هر اهانتی رو به الله، به رسولش، به صحابه، به اهل بیت و به پیامبران انجام بدن.